به نام جهاندار جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد به حد من خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبلا از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند این ماهی که از ما سپری شد و این عیدی از ما سپری شده را خداوند به درگاهش مقبول گردانه و با تا رمضان‌های آینده خداوند ما و شما را در راه اهدنا الصراطش همیشه نگاه داره و حفظ کند. و از الله مهربان دعاگو هستم که خداوند گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت، بیماری ها را شفای کامل، تمام مسافران ما و شما را خدای مهربان سفرهای خیر و سفرهای نیک نصیبشان گردانه. و الله مهربان دعاگو هستیم که خداوند این نعمت امن و آرامی که امروز داریم، خداوند این نعمت برای ما و شما برقرار و بردوام نگه داره. و الله مهربان دعاگو هستیم که خداوند همیشه در این ملک ما و شما فیض و برکات نازل کند. هر گونه آفت ها و هر گونه مشکلات ها و هر یک نقشه های شومی که اگر بالای این ملک و بالای این مردم باشد، الله را دعا میکنیم که خدای مهربان از بالای سر این ملت و این ملک این بدبختی و این مشکلات ها و این نقشه های شما الله مهربان دور بگردانیم. برادران خیلی عزیز و گرامی، میخواستم در گردی 4 نفری که در روایت ها آمده است که الله مهربان در بالای 4 نفر، این 4 نفری را که من در اول نام گرفتم، بر بالای 4 گروه گویم خداوند اینها را دلیل و حجت میارد. خیلی برادران و مادران و خواهران عزیز، برای گوش کننده خیلی جالب است و برای گوش کننده ها انشاءالله بسیار یک عبرت خوب هم هست. در روایت آمده است که یحتج یوم القیامه بأربعة انفس على 4 اجناس من الناس. على الاغنیاء بسلیمان علیه السلام و على العبید بیوسف علیه السلام و على المرضى بایوب علیه السلام و على الفقراء بعیسی علیه السلام. الله مهربان میگه 4 نفر روز قیامت میارد. یکیش آدمی ثروتمنده، یکیش آدمی گویم دسترس یا با اصطلاح امروز گویم پولدار مالدار هست. دویم نفری را که میارد نفری گویم غلام، اکو در این دور زمانهای ما الحمدلله غلام ها وجود ندارد، ولی غلام یک نفری بود برادران عزیز که خلاص او هیچ حق و حقوق نداشت.
در خانه نفر کار میکرد، فقط همون شکمش سیر میکرد و دیگه حتی حق زن گرفتن هم نداشت، یا اگر زن هم که میگرفت و از غلامی هم آزاد نمیشید. اگر مثل خودش یگان غلام زنک هم میگرفت همون غلامیش باقی میماند. یعنی همیشه گوییم یک کارگری خانه یک نفری بود. غلام هم الله مهربان حاضر میکند. سیوم آدمانی که در دنیا بیمار بودند. چهارم نفرهایی که در دنیا کمبغل بودند. برادران عزیز خوب اهمیت این الله مهربان میگه وقتی که غلام میارد، غلام یک غلامی که در دنیا الله را اطاعت نکرد، عبادت نکرد، وقتی میپرسش برای چی مقصد تو مرا عبادت نکردی، برای چی از من نترسیدی؟ زیرا که هر یک نفر داند که الله مهربان میگه و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی آمدن هر یک نفر در روی عالم، خدای مهربان میگه میدانین من برای چی شما را آفریدم؟ برای آنه که مرا عبادت کنید. ببینین از من اطاعت کنید. خداوند میگه من برای همین شما را آفریدم. وقتی غلام میپرسد برای چی من عبادت نکردی، میگه آخی الله مهربان من خلاص در زیر دست یک نفری بودم و همیشه روزی دراز مقصد به کار مشغول بودم، من دیگر نتوانستم که وقت بیاوم و تو را عبادت کنم. خدای مهربان میگه حضرت یوسف علیه السلام میارد. یک زمان حضرت یوسف هم برادران عزیز گویم وقتی که او را فروختن و او دستی به دستی گویم نفرها شد، یک زمان همین زمان غلامی را هم جناب یوسف علیه السلام سپری کرده بود، ولی این نمیست این غلام هایی که خداوند نشناخت یا عبادت نکرد. حضرت یوسف همون قول تاجیکای ما که دست به کار دل بیار، اگر کارم که میکرد کارشم که میفرمودن، ولی در ساعت بندگی الله را میکرد. خداوند یوسف حجت میارد به سر تمام غلام هایی که اگر دعوا کنن که ما نتانستیم، سرکار بودیم، مشغول بودیم، خوجین بالای سرمان بود، حضرت الله مهربان الله ذوالجلال میگه چرا یوسف هم غلام بود ولی مرا عبادت کرد. یعنی بین این و بین شما چی فرق بود؟ همه فرزند آدم، همه نامتان غلام، لیکن چرا این عبادت کرد شما نتانستین؟ خدای مهربان وقتی یوسف که حجت میارد، جمیع غلام ها دیگه گردناشون خم و خجالت میشوند. دیگر نفری را که الله مهربان میارد این نفرهای بیمارند. بیمارهایی که در دنیا الله مهربان اطاعت عبادت نکردند. من اولا از خدای مهربان دعاگو هستم که بیمارها را شفای کامل تیاد و جمیع بیمارهایی که صدای مرا میشنوین زمان بیمار بودن تونده هم حق بندگی و عبادت از گردن شما ساقط نیست. یعنی این عذر نمی شود که من بیمارم خلاص خداوند عبادت و اطاعت نکنم. بین الله این قدر ذاتی مهربان است که وقتی بیماری باشد که روزه را گرفته نتانی، خداوند روزه را می بخشد. خدای مهربان وقتی چنان مهربان است که تو بیماری هستی که راستا نماز خواندن نمیتونی، میگه نشسته نماز خوان. نشسته نمیتونی، میگه دراز بکش. بین برای بیمارها وقتی بیماری مسجد رفتن نمیتونی، الله مهربان ثواب همون مسجد در نامه اعمالت می نویسه، زیرا که تو
با سبب بیماری مسجد رفتن نمیتونید. خلاص چقدر برای بیمارها خدای مهربان ترحم کردگی، عیادت شما را، خبرگیری شما را چقدر اجر ثواب گذاشته. برای همین ما وقتی در حالت بیماریمون خدا را عبادت نکنیم، خلاص مثل آدم صحت و تندرست پیش خدای مهربان گناهگار میشه. یعنی بیماری ما عذر نیست. برای همین وقتی بیمارها میگه الله مهربان آخی جانم میسوخت، خلاص ای جان خسته نمیتونستم، دست و پام کار نمیکرد، یا خلاص کسلی هر یک نوع کسلش نامش میگیرد، خدای مهربان میگه حضرت ایوب علیه السلام میارد. حضرت ایوب برادران عزیز، این پیغمبر خدا را شما میدانید که زیاده میگه از 8 سال، هر خیلی روایت ها هست، با پشت خواب بودن برادر عزیز، با پشت. زمانی که همه این مال و داراگیش هم که از دست رفت، حتی همون خانم هایی که در نکاحش بود اونها هم رفتن، با پشت خواب بود. بعضی تاریخ ها در الله مهربان رحمتشان کنن نویساندن که تا جایی که حتی بدنش کیرم زد، ولی با همه زمین فقط حضرت ایوب یک گپ داشت، الله را دعا میکرد خدای مهربان اگرچه تمام وجود من درد میکند، میسوزد، خلاص من از جام جنبیده نمیتونم، لیکن دعام همین است که از زبان نگیرم، یعنی همین زبانم گویا باشد تا ترا یاد کنم، تا ذکر ترا بکنم. بیمارهای ما باید بیشتر و بیشتر با الله نزدیک شوند، زیرا یگان ملال خاطر نآید از وقتش تاجی که ما میگفت که مرگ به 2 نفر نزدیکتره، یکی به آدم پیر، یکی به آدم بیمار. یعنی اینها امکان دارن که مقصد دنیا را پدرود بگن. برای این وقتی بیمار باشی و با خدا را عبادت نکنی، این خیلی برای تو گویم در بالای این مشکلاتت باید مشکلات دیگر زم می شود. برای این خدای مهربان حضرت ایوب میاره، وقتی بیمارها از بیماریشون شکایت میکنن و میگن نتانستیم، مقصد مشکل ما بود، خیلی دایم مقصد درمان بودیم، وجود ما میسوخت، میگن مثل حضرت ایوب شما بیمار بودیم. بیماری که ایوب داشت هیچ بیماری روی عالم مثل این بیمار نبود. چرا از زبانش یادی من دور نبود؟ چرا با همون زبانش و با همون اشاره سرش مقصد مرا عبادت میکرد؟ بیمارها همه برادرها اینجا دم گردناشون خم میشود، زیرا که حقیقتا یعنی این کوتاهی که ما کردیم، این عبادتی که نکردیم، این از حساب بی‌پروایی و ناترسی از خدا بود. زیرا ایوب هم بیمار بود لیکن الله را عبادت میکرد. 2 نفر شد، 3م نفری را که خدای مهربان بالاشون حجت میارد، این کمبغل ها هستند. اینا آدمای نادار و بی شرایط هستند. وقتی الله مهربان آدمای فقیر و بیچاره را میپرسد چرا برای عبادت نکردید؟ میگد خدای آخی ما مقصد خانه نداشتیم، در خانه مردم مقصد اجاره میشیشتیم، یا خدای مهربان 5-6 تا فرزند داشتم، سحر تا بگاه مقصد در بدر در کار بودم، از کجا مقصد من وقت یافتم که تر عبادت کنم؟ الله مهربان حضرت عیسی علیه السلام میارد. تمام فقیرها مقصد وقتی این دعوا را میکنن، الله مهربان از داراگی حضرت عیسی میپرسد که چی مقدار مال داشت. حضرت عیسی برادرها در تاریخ عمرش میگد که همگی 2 چیز داشت،
یک کوزه آبخوری داشت و یک شانه داشت که موی سرش شانه میکنه. همون را میگد وقتی که رفت یک نفر از خودش فقیرتر دید که حتی کوزه آبخوری ندارد، یعنی همیشه در دستش با دستش آب میخورد یا با دستش مقصد آب میکشید، همون کوزه را میگه همون نفر داد. بار دیگر میگه وقتی دید یک نفری که شانه ندارد با دستش موی سرش شانه میکرد، شانهش هم همون را داد. یعنی در دنیا هیچی نداشت. خدای مهربان میگه شما مثل حضرت عیسی فقیر بودید، حالا که شما مقصد خوراکای چند روزه تا داشتید. امروز ولی بعضی فقیرهای ما هفته‌ای خوراکش دارد یا یک روزه خوراکش دارد، ولی مثل بیمارها ولی شما هم عذر ندارید که بگید من کم بغلم، من خدا را دیگر مقصد ساعت عبادت کردن ندارم، من دنبال رزق روزیمم. بین خداوند حضرت عیسی را حجت میاره که بازم کم بغلیش با از الله میترسید و الله را عبادت میکرد. خلاص کم بغل ها هم برادران عزیز اینجا دا چیکار میکنن؟ اینجا دا هم دیگر زبان هاشون لال میشود، زبان ها بند میشود، گردن ها خم میشود، خلاص دیگر سخنی نمیابند که پیش الله مهربان ابراز کنند. این سیوم نفرشم، سیوم گروهشم الله مهربان با بالاشون حجت آورد. اگه چهارم نفری که برادران و مادران عزیز خداوند بالاشون حجت میارد، این آدمای ثروتمند است، این آدمای پولدار است. وقتی که نفر از پولدار الله مهربان میپرسد خلاص من تو را آفریدم، تو را نسبت به دیگرها مقصد باز دست پر کردم، شرایطات خوب کردم، چرا مرا عبادت نکردی؟ آدم مالدار میگفته است برادرها خواهرها عزیز که خداوندا مقصد وقتی از روزی که دستم پوری پول شید، شرایطام همه امکانیتام نقص شید، من با همین مال و ملک دیل بستم، عشق همین مال و ملک برده کن و روزی دراز مقصد با حساب و کتاب همین مال مشغول بدم. از این لحاظ دیگر مقصد الله مهربان تو به یاد بم نزدی، دیگر تنها من عبادت کردن نتانستم. الله مهربان حضرت سلیمان علیه السلام میارد و در حضور همه مردکای پولدار و مالدار خدای مهربان ملک سلیمان هم میپرسد که چی مقدار مال داشتی؟ برادرای عزیز یک بارک اگر شما خواهیم با پررگی آگاهی پیدا کنین، یک بار در تاریخ حضرت سلیمان نظر کنین، اگر از اول دنیا تا آخر دنیا پولدارهای ما را جمع کنن به مقدار سلیمان علیه السلام مال نداشتن. اینقدر تمام گویم بریلیانت ها و تمام مقصد از آن سنگ های قیمتی که در روی عالم هست تا طلا و تا نقره و همه اینها در اختیار حضرت سلیمان بودند. حتی حکایه ها و حتی مقصد نقل ها میگذرد که مالش چی به آسمان و چی به زمین برده میشید. این قدر مالدار و ثروتمند بود. خدای مهربان میگه این مالی را که من به سلیمان دادم، چرا این آدم عاشق مال نشید؟ چرا شیفته مال نشید؟ چرا مال دنیا ای را فریب کرده نتانست؟ چرا که در وقت ساعت عبادت مرا عبادت کرد؟ یعنی مال شما و دولت و ثروت شما هیچ وقت این بهانه نمی شود و این عذر نمی شود
زیرا من برای شما نفری را آوردم که از شما در مالدار و پولدار بود. چرا مقصد این آدم بازم مالداریش خدا را عبادت کرد؟ الله رحمت کند. من به تمام برادرایی که مالدار و پولداره خدای مهربان حفظتان کند. ما هیچ وقت در شما بدبین نیستیم. ما خرسندیم که در مردم ما الحمدلله که مردم پولدار هستند. لیکن فقط دعای من همین است که خدای مهربان به حالتان ترحم کند و مال خدا دادگی را در راه درست صرف کنید. تا الله رحمت کند شیخ سعدی را میگفت پریشان کنیم روز ای گنجینه جوست که فردا کلیدش نه در دست توست. بینه بر کفی دست هرچی هست که فردا به دندان گزی پشتی دست. امروز در دستت مال داری، پول داری، شرایط داری. شیخ سعدی میگفت با این مال و با این پول خلاص نام تا برار. ببین خدمت در مردم و در ملکت بکن تا نام تو بنیکی و نام تو مقصد به خوبی بیرون شود، به خوبی بیرون شود. روزای نزدیک برادران عزیز در صحیفه های اینترنتی اگر خوانده باشین، یکی از جوان مردایی که گویم اگر چنده که در سین سال خیلی جوانند، دادر ما اسماعیل فرزند یکی زایر در تمام صحیفه ها چی فیسبوک و چی در یوتیوب و در هر جا بیرون شد که در ناحیه خراسان در جماعت گله آباد با آنچه که من خواندم و گوش کردم زیاده از 610 عائله با کشیدن مقصد آب به این دیه را صاحب آب کردند. ببینید 542 گکتار زمین از آب کشیده اینها که زمین های بیکار خوابیده بودند همه مقصد در کار در آمد، همه اونا حاصل میتن. برادرای عزیز و گرامی، بغیر این پیشتر 21 نفری را که من در نواره ها دیدم حج روان کردم. بغیر این برادرای عزیز و گرامی ده ها کارهای خیری را که از دادن کارتاشکه و پیاز و روغن و همه اینها از جانب یک صاحب کاری که الحمدلله مقصد آل عمرش جوانه ولی خدای مهربان همین همت دادهش. این خدای مهربان همین ترحمه به حالش کرده است. امروز نامش مقصد بنیکی میبراید، بنیکی. اگر چند شما بینید ما مردم همین اصلا مردمی، من در گیرد دیگه مردم چیزی معلومات ندارم، لیکن در مردم خود من از بس که حاضر اگر در 56 باشم برادر عزیز حساب کنید که زیاده از 30 سال همین در راه دعوت است. من بسیاری مثال گویم با تمام مردم ملاقات ها، با تمام نوع مردم نشستم، در تمام جا سفرها کردم، لیکن از پشت همین نفرهایی که به مردم کمک میکنن با خیلی گویم برادرها سخنهای ناحقانه، ببینید هر خیل ملامت ها. من همچه یک برادر شما برای شما گفتنی هم که نفری را دیدیم که همین خیل جوانان مثل همین اسماعیل واری هست، در حقشان دعا کنیم برادرای عزیز. شما اگر دعا هم که نکنین اینها برای هم خدمت های کردگیشان پیش خدای مهربان مکافاتشان را میگیرن. لیکن ما وقتی دعا میکنیم، ما وقتی که مثال از اینها بنیکی یاد میکنیم، البته با اینها روح بلند میشود. ولی اگر امام بخاری را، همین صحیح بخاری را بگیم، حدیث 6332 را ببینید،
وقتی حضرت عبدالرحمن ابن ابی اوفا میگه پدر میگه پیش پیغمبر وقتی صدقه آورد، پیغمبر میگه نام پدر ما و نام پدرش میگه گرفت و در بین مردم دعا داد. میگه یعنی نام همه را گرفتن و در حقشون دعا کردن از روی نگاه دین هم درسته برادران. این معنی را ندارد که من سال گذشته قریب 10 جوان مردایی را که خدمتاشون مقصد بود نام گرفته در حق همش دعا کردم. حاضرم نام گرفته در حق هر کدامش دعا میکنم که خدمت اینها مقصد در مردم و در ملت میرسد. مردم ما فقط چی است؟ فقط یک گپ داریم برادرای عزیز. ولی ببینید من میرم با ذهنتون بیارم. یکم میگه خیلی پول داره یا که مال داره همین صدقه نکنه کی کنه؟ این گپ خیلی گپ خطاه. زیرا خدا تو نمیدونه که هست ممکن نفرهایی که پول دارن لیکن برادرها در شکم خودش نمیخورن. ولی کجا ما مقصد بگم دست دیگرها را گرفتنه. این خیلی نفرها هم هست ولی گپی ما را گوش کننده آدم تصدیق میکنه میگه درست میگن بابایجی. حالا که ما این گپ نگیم که خیلی پول داره باید بکنه. دویم چیزی که برادرای عزیز ما از همه سخنی درستی که هست میگیم یک کجا آورد مقصد صدقه کرد. از کجا آوردن برادرای عزیز هیچ نفر حق نداره که پرسد. نمیاد شما هر یک خانه مهمان میشین میرین مثال در دسترخوان همون آب و نانی که هست میخورین دعوتتون کرده. همین شریعت شما را حق نداده که بگه اکا بیا اینجا کو همین چیزایی را که بالای دسترخوان آوردی همین را ای کجا آورده. این حق ما نداریم پرسیم. فقط حقی این پرسیدن الله داره روز قیامت میپرسه که مقصد از کجا یافتی و در کجا صرف کردی. یعنی فقط الله حق داره بپرسه. شما میدونید برای چی این گپ ها میبراید که یک کجا آورد مقصد صدقه کرد. این گپ فقط گپی نفرهای هستن برادر عزیز که او غرض دارن، او بدبین که هستن. این تاجیکی ما که بسیار ساده ایم بعد در همین گپ داده میشیم راست میگه آخمی کجا آورد. باز میگم از کجا آوردن ایرا فقط الله میپرسد. لیکن با آنچه که من میدانم اینا تاجرهایی هستن که برادرای عزیز تجارت دارن، سعی دارن، کوشش دارن، مالی که به دست میارن، غیرت دارن، با همه را مقصد در مردم و در ملت تقسیم میکنن. بغیر این برادرای عزیز اگه گپ در سر اسماعیل بچه که ظاهر رفت، من آن سره که برای شما باز همینجا در گفته بگذارم بعد خدا خواهد دوام موضوع را میریم. شاید هر کس هر خیل مثال گمان میکند اسماعیل یک آدم خاکزاره برادر عزیز. شاید بعضی آدم ها گویم بسیار آدمی کتگی میکگی و آدمی تکبر و آدمی ناپسنده. نه، آنچه را که من دیدم برادر عزیز یک آدم قطاریه، یک آدم مقصد بگیم در برابر همین نفری را که با او میشینی و با او سلام میکنی مثل همونه. من در همین رمضان ممکن تخمین یک 3 یا 4 باری که مهمان شدم در بعضی جوانمردایی که ما را دعوت کردن و در خانه‌شون تراویح خواندیم یا مقصد در جاهایی که ما را دعوت کردن و در اونجا ما تراویح را خواندیم، ما اسماعیل در قطار همون نفرهای تراویح میخواندگی دیدیم که هم نماز خفتن و هم نماز تراویح و با عادتی من یک عادتی است که من بعد هر یک نماز نیم ساعت 1 ساعت با امر معروف میکنم. خب و در همونجا قطار مردم نشسته و موعظه را گوش کرده با سوال هایی که از طریق دین هست برای ما سوال میداد که مقصد اینش چی میشه اینش چی میشه. برای همین همیشه گمان های نیک برادر عزیز در حق همین خیل جوان مردایی که امروز الحمدلله رب العالمین مثل که من نام گرفتم چی خدمت ها کردیستن، همیشه در حقشون دعای نیک کنیم، گمان نیک داشته باشیم و هر یک چیزی را که انسان وقتی میشنود
مثال در راست خواه اسماعیل باشد، خواه در راست من باشد، خواه در راست کدام یک جوان مردایی که امروز اینترنت ها میبینین میروان مردم خانه هدیه میکنن، میبینین راه ها را اسفالت پوش کردیستن، میبینین از زکات مالشون مقصد دست چندین یتیم ها را گرفتیستن. تا اگر در راستش آن چیزی را که نمیدانی گپی هر یک نفری را برادر عزیز تصدیق کردن در کار نیست. زیرا آیت قرآن میگه فأتوا برهانکم ان کنتم صادقین. برای هر یک سخن گفتن برای ما حجت و دلیل در کار است. بین شاعر میگو محمد دیده و موسی شنیدن کی بود مانند دیدن. خدای مهربان این خیرها و احسانهایی که کرده است الله به درگاهش قبول کند و خدای مهربان دیگر نفرهایی که مالدار و پول دارند این گونه همت و این گونه جوانمردی را هم نصیبشان گرداند. خلاص برادران عزیز و گرامی، خداوند بالای مردم ثروتمند حضرت سلیمان خداوند دلیل می آورده است که این مال داره و پول داره لیکن بازم همین چیکار میکند؟ لیکن خدا را عبادت میکند. الله رحمت کنه شیخ سعدی را میگفت زر و نعمت اکنون بده کان توست که بعد از مردن بیرون ز فرمان توست. با دنیا توانی عقبا خرید بخر جان عزیز ورنه حسرت خورید. میتونه شما با این مالتان با این پولتان میتونه که از همینجا ایستاده آخرت بخرید. این بود برادر عزیز 4 نفری که خداوند در بالای 4 نفر دیگر حجت و دلیل قرارشان میداد. خدای مهربان توفیق منتیاد، هدایت کند و آنچه را که شنیدیم خدای مهربان ما را توفیق عملش نصیب بگرداند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.